السلام علیکم بینندگان گرامی، اعضایان کانال آموزشی رزمنه معرفت. این درس همراه شما میخواهیم یک مثال خیلی زیبا رو وابسته به سیستم معادله ها دیده براییم. البته شما میدانید که سیستم معادله ها در کورس متماتیک مکتبی خیلی موضوع مهم است و از خود صنف های 7 و 8 سر نموده علاقه اونها سیستم معادله ها در حل مسئله ها تطبیق کرده می شود. هم مسئله های متماتیکی، خواه گئومتری باشد، خواه دیگر سوال های متماتیک، هم مسئله ها از شیمیا از صنف 8 سر نموده، مسئله ها از فیزیک و دیگر سوال ها علاقه تطبیق خود رو می یابند. بنابراین حل کرده توانستن با ملکه و مهارتی خوب حل کرده توانستن سیستم معادله ها یکی از امتیازهای بهترین برای طلبه حساب کرده می شود. ما خواستیم حل یک سیستم خیلی زیبای معادله ها را به شما پیشکش نماییم. خیلی که همین را حل این سیستم را از ما خواهش نموده بودند. یکی از دوستان و شاگردان خوبی ما. اینک این سیستم معادله ها از کتاب مسئله های المپیادی از که مؤلفش بلیان می باشد گرفته شده است. مرحمت توجه خود را به مثالی که در تخته هست روانه نمایید. اگر بینیم سیستم معادله ما به نظر اول کمتر دشوار می نماید، چون که کشودن قفس ها و راهی مثلا داخل نمودن تغییر یابنده نو اگر با راهی عادی حل نماییم کمتر با ما دشوار می شود. بنابراین ما همراه شما کوشش می نماییم سیستم را ساده تر نموده به آن تغییر یابنده های نو را داخل نماییم. با این راه ما به جای یک سیستم مرکب سیستم چهایی ساده تر را حاصل میکنیم که حل کردن آنها نیز در نوبت خود خیلی آسان است. اینک توجه خود را به مثال یکم کاری که ما باید که انجام دهیم اهمیت دهیم چگونه تغییر یابنده نو داریم که معادله های نسبتا مرکب به معادله های در نوبت خود نسبتا ساده تبدیل یابند و حل سیستم ما آسان تر شود. برای این کار ما معادله یکم را چقدر که هست می نویسیم یعنی x پلوس یک 2x کوادرات تاکید 3y کوادرات برابر 12. معادله یکم را چقدر که بود نوشتیم. انا اکنون معادله دوم را کمترک تغییر بدیم. برای این چی کار میکنیم بچه ها؟ نگاه کنید 2x خودش رو می‌نویسیم پلوس من این 4x کوادرات را به شکلی ذهنی می‌نویسیم 2x کوادرات پلوس باز 2x کوادرات ترکیب 3y کوادرات. یعنی دوام این مثال را چقدر بود انا همیشه باقی میگذاریم ترکیب 3y کوادرات برابر 14. اکنون شما گفتم ممکن است که بعضی از شما علاقه فکری مرا پیخست نمودید. من باز معادله دوم را کمتر تغییر میدهم تبدیل میدهم و در نتیجه حاصل میکنم x جمع 1 2x کوادرات ترکیب 3y کوادرات برابر 12. در این معادله یک را به تغییرات آوردم. از من معادله 2x را همچون ضرب کننده عمومی از دو اعضای اول از حذف میبرم. وقتی که من برآوردم من چی دارم؟ حاصل می شود 2x در جای اول یک ماند و در جای اعضای دوم تنها یک x باقی ماند. خیلی میتونم اول اعضای دوم را باقی مانده اعضای دوم را نویسم که این x است. بعد از اون پلوس 1 بعد از اون پلوس و این اعضا رو به قفس میگیرم تا که به شما باز هم عیان‌تر شود که من چی را
گزارش کردنی هستم. حالا که هر یک شما گفتم احتمالاً که من چی رو گزارش کردنی بودم و فکری من چی بود. فکر میکنم که به هر یک شما این چیز معلوم شد. اینا دوام میدهیم. البته گزارش اولی رو مثلا ما میتوانیم x پلوس 1 رو با یکم حرفی m اشاره نماییم و 2x کوادرات ترک 3y کوادرات رو با یکم حرفی مثلا m اشاره نماییم. آنگاه ما چی داریم؟ بعدی که تطبیق میکنیم گزارش ما رو به جای همه این اعضا ما m رو میگذاریم. سیستم ما به چنین شکل برمیگرده. m ضربی به جای من این اعضا 2x کوادرات ترکیب 3y کوادرات m رو m ضربی n برابر 12 و معادله دوم باشه چی؟ معادله دومی ما میشود m جمع n برابر 14 برابر 14 2m جمع n من این دوی اول ما هم هست چون که ما x جمع 1 رو با m اشارت نموده بودیم. بینید بچه ها خیلی مثالی ساده حاصل شد. اکنون این سیستم رو همین شما حل کرده میتوانید. خیلی بیایید باز هم جایه دیده میبریم. میتوانید راهی ساده ترین گزارش رو یعنی استفاده برید. از معادله دوم یگان تغییر یابنده رو با دیگرش ifade نموده. مثلا n رو اگر یابیم چی شود؟ n برابری 14 ترکیب 2m. این قسم رو به معادله یکم گذاشتن ما ممکن است. و معادله یکم وقتی که ما میگذاریم چی پیدا می شود؟ چی حاصل می شود؟ m خودی m ضربی به جای n قیمت آن رو میگذارم 14 ترکیب 2n برابر 12. اینک معادله ای که از یک تغییر یابنده عبارت است و آن m است حاصل شد. آن را حل نماییم و بعد از آن برمیگردیم به معادله دوم و از آنجا n را میاریم. خیلی ساده و خیلی آسان شد. برای حل کردن معادله یکم قرص را میگشاییم. چی داریم؟ 14m ترکیب 2m کوادرات برابر 12 برابر 12. خوش از اینجا 2m کوادرات من این مینوس 2m کوادرات رو به دیگر سمت گذرانده مینوس 14m پلوس 12 برابر 9. بچه ها هنگام نویسیدن معادله کواdraتی در نمود استانداردی کوشش نمایید که اول یعنی درجه دوم را اعضای کواdraتی را بعد اون اعضای یک درجه یکم را تغییر یابنده را بعد اون اعضای درجه نهم یا که عددی آزاد را نویسید. حتما این به شما برای درست حل کردن چیکار میکند؟ کمک میکند. برای باز هم تیزتر حل نمودن معادله هر دو قسم معادله را به دو تقسیم نموده میگیریم باز هم ساده تر میشه. داریم m کوادرات ترکیب 7m جمع 6 برابر 9. خیلی معادله را حل میکنیم. روی دیسکریمینانت میابیم مینوس 7 در کوادرات 49 ترکیب 4 ضربی کوفیسیانت یکم 1 ضربی 6 24 میشود 25. m اولین m یکمی ما میشود 7 مینوس 5 تقسیم 2 به 1 برابر. m دومی ما 7 پلوس 5 میشود 12 تقسیم 2 به 6 برابر. اینک n را میابیم. قیمت m از معادله یکم معلوم شد 1 و 6. قیمت n را میابیم. n اول ما 14 ترکیب 2 ضرب 1 یا خود 12. n دوم ما برعکس 14 ترکیب 2 ضرب 6 12 می شود. n دوم به 2 برابر است. اینک به جای خود میگذاریم m و n را و سیستم های نوی
نسبت سیستم اول خود در تعلق حاصل میکنیم. ادامه میدهیم. یعنی x جمع یک برابر n یک چند بود؟ یک و 2x کوادرات ترکیب 3y کوادرات برابر n یک چند 12. اینک معادله یکم اما معادله تنها از یک تغییر آورده عبارت است. آن را حل نموده و جای دومش میگذاریم. اگر حل نمویم معادله یکم اما میشود x کوادرات جمع x ترکیب 1 برابر 9 و دیسکریمینانت 9 است بر 5 برابر میشود و x یک اما با مینوس 1 مینوس ریشه 5 تقسیم 2 عددی منفی از عددی که از 9 خورد و x دوم مینوس 1 پلوس ریشه 5 تقسیم 2 خواهشینش عددی مثبت است. اکنون ما میتوانیم آن را به جای خود گذاشته قیمت های x را قیمت y را یابیم، یعنی y کوادرات را از معادله دوم استفاده میکنیم. اگر استفاده کنیم به چی برابر است؟ y کوادرات برابر 2x کوادرات ترکیب 12 تقسیم 3. اگر نگاه کنیم قیمت های x1 و x2 را به جای x گذاریم y کوادرات ما در هر دو حالت هم خود از 0 میشود. این را بگذار خود شما چیکار کنید؟ یک بار تفتیش نموده ببینید. وقتی که عدد کوادرات از 0 کوادراتی عدد از 0 خورد شد که این ممکن نیست در دایره عددهای حقیقی، ما میتونیم که حل این سیستم مجموعی خود است. یعنی این سیستم این یکمش حل نداره. فهمیدیم نه؟ یک بار دیگر از بس که من این قیمت x1 و x2 رو به جایش گذاریم و آن رو به کوادرات بشه به 2 ضرب نماییم و از 12 کم کنیم، سرعتی کسر ما عددی منفی حاصل میشه در هر دو حالت هم و عدد کوادراتی عدد یگان وقت عددی منفی شده نمیتونه در دوره عددهای حقیقی در دوره عددهای کامپلکسی شده میتونه. لیکن متماتیک مکتبی از ما حل رو در دوره عددهای چی حقیقی طلب میکنند. بنابراین ما گفته میتونیم که حل این سیستم مجموعی خالی است، حل نداره. و قسم دوم میگذاریم ببینیم. خوش بیایید قسم دوم رو با دیگر رنگ نویسیم. ما داریم x جمع 1 x ضرب x جمع 1 برابری اکنون این دو رو به جایش میگذاریم 6 و 2x کوادرات ترکیب 3y کوادرات برابر n 2x کوادرات ترکیب 3y کوادرات برابر n دوم چند است؟ 2 است. اکنون این را حل میکنیم. حلش عینا همین طور خیلی ساده خیلی آسان. نگاه کنید معادله یکم را به واسطه حل می‌نماییم. حل آن چنین است x کوادرات جمع x ترکیب 6 برابر 9. خوش دیسکریمینانت ما به 25 برابر میشود. باز می‌یابیم x یک ما مینوس 1 مینوس 5 تقسیم 2 مینوس 6 تقسیم 2 مینوس 3 و x دوم ما خوش مینوس 1 پلوس 5 یعنی که 4 تقسیم 2 به 2 برابر میشه. اکنون y رو می‌یابیم. y کوادرات ما میشود به 2x کوادرات مینوس 2 تقسیم 3 برابر میشود. اینک قیمت های x1 و x2 رو آورده قیمت های موافق y رو می‌یابیم. هنگامی x1 را با جایش گذاشتن ما داریم y کوادرات برابر 2 ضرب 9 18 میشود. 18 ترکیب 2 16 تقسیم 3 16 تقسیم 3 یا خود
y یک و دو برابر و پلوس مینوس از ریشه کوادراتی از 16 3 یکی، یا این برابر می شود به پلوس مینوس 4 تقسیم ریشه 3 ریشه کوادراتی از 3. هنگامی x 2 را گذاشتم ما داریم y کوادرات برابری 2 باز x کوادرات ترکیب 2 تقسیم 3 و هنگامی 2 را به جای x گذاشتم به واسطه y کوادرات می شود برابر به خوش 2 ضربی یعنی کوادراتی 2 4 8 ترکیب 2 6 تقسیم 3 و 2 برابر می شود. پس y 3 و 4 گفتم که با y های 3 و 4 اشاره کردن ممکن پلوس مینوس ریشه 2. اگر مجموعه جواب ها رو بنویسیم سیستم ما همین سیستم 4 جفتی جواب داشته است. 4 جفتی جواب داشته است. خوش جواب ها رو بنویسیم. جواب یکم مینوسی 3 مینوسی 4 تقسیم ریشه 3. این یکم جفتی جواب. دوم جفتی جواب مینوسی 3 پلوسی 4 تقسیم ریشه 3. سوم جفتی جواب ما 2 و مینوسی ریشه 2. چهارم جفتی جواب ما 2 و خود ریشه 2 یا پلوسی ریشه 2. هر 4 این جواب ها معادله ما را قناعت میکنند که این را شما خودتان تفتیش نموده دیده و آمده میتوانید. یک بار دیگر شرح میدهم خلاصه درس ما چی است. ما میتوانیم هر گونه سیستم های خیلی مرکب را یکی از راهها این که با واسطه داخل کردن دیگر تغییر آورده های نه و سیستم خیلی ساده برگردانیم تبدیل دهیم و آن را حل نموده با زیر سیستم چه ساده تر باز برگردیم و عموما حل سیستم را به همین طریق یابیم. این راه خیلی آسان است. راه‌های دیگر هم هست. بعضی از ویدیوها رو در درس‌های در روزنه معرفت هست شما دیده میتوانید. بعضی دیگر رو در آینده ان شاءالله به شما پیشکش میکنیم. از شما اعضایان محترم خواهش این است که به کانال ما عضو شدن رو فراموش نکنید. لایک گذاشتن و شرح و فکر و عقیده خود را در کامنت‌ها نوشتن رو فراموش نکنید. بعضی ویدیوها که وابسته است به یافت حل نمودن معادله کوادراتی ساده ترین و حل نمودن معادله های کوادراتی با روی دیسکریمینانت که الکی در کانال روزنه معرفت هست ما در کامنت‌های یک کامنت میگذاریم. شما میتوانید آن را دیده باز دانش خود را زیاد نمایید. خیر تا درس‌های آینده.